تو در اینجا چی کار داری؟ برای چی تو به اینجا اومدی؟ بندهایشون رو کشا. تو چی ها میگویی؟ بختیار منم. پدر کارها بیشتر آمیخته شد. رفتی سونی خانه فات رو پخش کرد. تا درون آنها ندارای این کار حل نمی شود. با من عمر راجی هستم. خدایا چرا چون این کار شده؟ یک جسد چگونه خود به خود از من گم می شود؟ با سگ نبوده باشد. این استخوان است مگر؟ یک جسدی کلان را چه سگ کشیده می برد؟ این خیلی نگاه که در حیات می شود. من یک بار فیلم حجتی تماشا کردم. یک پلنگ خورد یک آهوی کلان را گرفته بالای درخت برآمده که بعد از اون کانال رو عوض کردم. یک فیلم بوده که در اون یک آدم انا همین خیل در بالای خانه راه میرفت بازگشته خفا نگاه میکرد. در حیات گفته سر کردی، فیلم حجتی گفته دوام دادی، فیلم گفته تمام کردی. من تو را چی گویم ها؟ من چی گفتم؟ اکا ایتکین زنگ میزند. اکا ایتکین از گم کردنمون با خبر نشده باشه. با دیدنی جسد میوید، دیدنی میوید. هرچی زودتری افتانمون در کار انیل، هرچی زودتر. انتظار شویم شاید گشته میآید. چی گشته میآید؟ اکا جسدها به جای دور شده اشون گشته میآیند نمیدانیم مگر. و سخن برای قاتلان گفته شده است، برای جسدها نه. تو جواب ندیم زنگزنی رو بس نمیکنه. اکا تلفنت را خاموش کن. دیوانه‌ای مگر؟ برای ایتکین تلفن رو خاموش کرده نمی شود. نباشد با من دی. الو برای چی تلفن رو جواب نمیدید؟ ترکم برادر یک کمبودی خورد روی داد. بختیار رو گم کردیم. خدا جزای تو رو دید. نفهمیدم. بختیار رو از دستتون گریزاندید؟ چی؟ کنی وای تلفن رو با من ده. چی ها گفته ساده شما؟ اکایی ایتکین بلنگو یک رو میکشویم تو کبسن.
الهی تو رو مرشوت زند. بختیار از دستمون گریخت که. چخیل بختیار از دستتان گریخت است ها؟ یک لحظه بی اهمیتی کردیم گریخت است که. او شما وی را کشته بودید کو؟ مرده ها چخیل میگریزند دیوانه. در تن جوشن دوستا است که ما رو فریب کرده است. انتظار شاید من حاضر می آیم. کنی بینم شما خود را چخیل چون مرده وانمود میکنید. اکا ما انتظار نشویم. تو چه ها میگویی؟ به جای انتظار شدن رفته در حال بختیار رو دستگیر کنیم جایش رو عنیق کردیم. یعنی خیل رفت در کجاست؟ از قفای بختیار شده که ما جایش رو نو عنیق کردیم نو به او گفتنی بودیم که لیکن تلفنش خاموش شد یا قوه برق ندارد یا اینکه خاموش شده است ممکن داخل تونل در اومده باشد. بس کن گپ را دراز نکن. گپ زن در کجاست جای وی حریف. از دست شما یگان کار نمی آید. من خودم حل میکنم. اکا اومدن شما شرط نیست. ما دمت را گیر. تو سراغ را با من گپ زن. به قهوه خانه شهر بسیار میرفت است که ما نیم ساعت پس در آنجا میشویم. اگر بختیار را در آنجا نیابم شما را به جای وی میگرانم. خبردار باشید. معلومات عنیق است که ایتکین یگان مشکلاتی نیست. گوش کن تو چرا دروغ میگویی؟ من از ترسم دیگر چیز خو فکر میکنم تو باشه میگریزی. حتی یک دقیقه برای ما مهم است. ایتکین به قهوه خانه نرسیده باید این کار رو حل کنیم. وی فخری است کو؟ کدام فخری؟ فخری نوبکو. همون غری افلاس؟ وی رو پیدا کن. زود به قهوه خانه شهر بیاید. مایلش. حاضر تو اول هوا بلندانه به درون میدروی. مایلش؟ مایلش اکا. سلاحت رو میکشی. به هوا دو تیر خالی میکنی. مایلش اکا. در کجاست و یا ایتکین میگویی؟ من بابا یوبکا میپوشونم گوشوار میاندازم میگویی. خوب شده است اکا. در درون بودگی ها بختیار بودند رو باور کنند. همه این پول ها از آن تو میشود. با این قدر پول همه کس بختیار میشود. این کار تمام من حل میکنم. سخنهای در درون میگفتگت رو به خاطر داری؟ تمام اکا از یاد کردم. کنی بینیم تو رو؟ خیر اکا. تو چی کار کردی؟ کمتر پس میفهمی. ایتکین بیاید بعد میفهمی. رفتیم یک آنجا پنهان شویم. این کی باشد؟ انا کار سر شد. از این بعد فایده مکان را من میخورم. همینجاست. بله اکا. آماده شو ترکان. کمتر پس شاهدی به آخر رسیدن یک قهرمان میشوی. نامی من بختیار. چیزی که خواهم همان را میکنم. وای ایتکین را دستگیر کنم چی کار کردنم را میدانم. خرگب زن فهمیم کنی؟ در بینیش حلقه زده عبرتی عالم شود گفته کوچه به کوچه میگردانم تا به دیگران دست شود. بینیم کنی کی به کی حلقه میزند. اکا من بختیار. ترکان چخیل به بختیار تیر تاثیر نمی کرد کو؟
برای تیر از تپانچه شما نبرآمدنش بودگیست اکا ایتکین. جسد این بختیار را به بگاش پرتایید. کمتر چرخ زنونیم. بله الان همین قدر. بیگناه رو کشتیم گفته با ما مشکلات پیش نورد. چگونه بیگناه؟ تجاوزکار بیگناه میشده است. زندگی کردن وی درست نیست. بختیار منم. لیکن دیر کردی. من بختیار رو یافتم. یعنی تو شریکت رو محافظت کردنی هستی. تبریکت میکنم رفتار عالی جناب. من یگان شریک ندارم. تو بختیار رو میگفتی. من هم با تو بختیار حقیقی رو میدیم. آنها را آزاد کن که روند. این کار رو بین خودمون حل میکنیم. من جستگیم رو یافتم. تو با من چی دروغ گفته ایستاده؟ بختیار از بیرون، تو از داخل پای اکای ایتکین رو لغزانیدنی شده. لیکن من بازی شما رو ویران کردم. با گوش خوش می آید. من این بازی رو ویران کردم. این خوش خبر را با اکای ایتکین رسانیم. همین خیلی نه؟ اکای ایتکین با شما یک ارمغان دارم. بختیار رو دستگیر کردم. بختیار رو دستگیر کردی؟ بله اکا، حالا در نزدم است. لیکن سعید کلان شریکش می باشد. در بلاغت ما رو پرورش کرده بوده اکا. خائن رو دستگیر کردم. تو حالا در کجا هستی؟ در خانه ام اکا. مایلش یگان کار نکرده انتظار شو. من می آیم. مایلش اکا. این احمق بختیار گفته باز کرا دستگیر کرده باشد. اکای ایتکین آمده ایستاده است. چی میگویی؟ شریک بختیار بودنت رو فهمیدن زمان خودش میکشد یا همچون توفه با من میدهد؟ مایلش پدر، جسد رو با جای گفته جایگیر میکنم. پاگاه یک روزی کلان حیات پیشینه‌ات را گذشته‌ات را فراموش میکنی. مرا فهمیدی؟ مایلش پدر، همه چیز را با تمام نازکیش از خود کردم. فراموش نکن. این کار خطا را نمیبردارد. در اجرای خطای خردترین کشته میشوی.
جانی من به این هم از آن تو است پدر. با کسی باور نمیکنی، کسی رو دوست نمیداری، اسیری کسی نمیشوی. پروا نکن پدر. لازم شود تیر شده از درونشان میگذرم. وقتی این کار را کردن دشمنی کلانترینت حسیات میشود. بروی تو میخندن، تو هم با آنها بخند. با درونشان درو مثل یکی از آنها شو. لیکن کی بودنت را هرگز فراموش نکن. خوب شده است پدر. این کار به شوخی نمی آید. در خانه خائنان خیانت احتمال قانون است. مرا فهمیدی؟ بسیار زیبا حل کردیم این مسئله را. این باز چی زنگ میزند؟ الو، شما چه خیل کار میکنید؟ جسدی نادرست رو گرفتید. صاحبانش در اینجا. بسیار آدمانی خطرناک. هرچی زودتر جسد رو بیارید. نباشد هممون رو زنده میگراند. آنها آدمانی شبهناک بر این نمایند. تو چی ها میگویی؟ چگونه خطا؟ جسدی در جای نشان داده ای تو را گرفته بودیم. در حال جسد رو گرفته بیارید. خیلی دوری ایتیکین یوز بود است این آدمان. ای بلازن تو رو. باز چی شده که؟ جسد خیشی ایتیکین بر آمد. چی؟ اکا شوخی میکنی یا مرا میترسانی ها؟ چی خیل شوخی؟ حاضر وقتی شوخی کنی است؟ آخر جسد بیسایی بود گو. من از کجا دونم؟ من همچینی تو میدونم. خیر حاضر با بختیار چی میگویی مکا؟ آنقدر گفته که این آدم بی صاحب است. مولود میخوانیم گفتی حلوا میکنیم آش میکنیم. باید بس راضی شد. بس کن بس. بگذار بختیار دونستن گیرد. باز با وی مشغول شوم. بیا رفتیم تستر جسد رو یابیم. پدر کودک رفت است، لیکن مادرش منم. من چرا رفته ایستادم؟ آن زن از این خانه می رود. نه، من از این خانه دست نمی کشم. او برو از این خانه گریزاندن من چنین کرد. همه چیز نقشه های او بود. آنقدر آسان نمی شود. از این خانه من نه، تو می روی. تو وقتی مادری کودک منم گفتم چهرهش رو دیده چی خیل شد؟ شاید این کاری خطا باشد. چیش خطا دخترم؟ باور نمی کنی که مادری کودک جمیله است؟ لطیفه خانم؟ لبای دخترم میگویم که فکری آرایش دادن حجره کودک رو کردیم. همزمان آرایش خانه رو هم دیگر کنیم. هر خیل نباشد عزیزه رفت. من به هیچ کجا نمی روم. تو باز بسیار انتظار می شوی. از این خانه یگان کسی می رفتگی باشد آن هم تویی. تو نرفتی مگر؟ نه،
نمیروم. این خانه من است لطیفه خانم. نه من، بلکه او از اینجا باید رود. در اصل نقص شد که نرفتی. هنگامی کلام کردن کودک با من یوری میرسونی. حیات در این خانه دراز دوام نمی کند. تو با این عقلت حالا بسیار رفته آمد میکنی دخترم. از این پیش هم رفته بودی ولی بازگشته آمدی. اگر پسر من عقل می داشت رفتگی را بار دیگر قبول نمی کرد. اگر من با اون طرف دنیا روم هم شوهری من می آید و مرا یافته باز به اینجا می آرد. رفعت جانم در کجایی؟ من هم تو رو بسیار پزمان شدم. نه، یگون چیز نمیخواهم. تو بیایی به من کفایه است. من هم تو رو. مالش خیر، دیر نکن. میبوسم. سلاحت را پایان کن. تو چی کار کرده ای صدایی؟ رفعت؟ اکای ایتکین بختیار را دستگیر کردم. کیست بختیار؟ ها انا همین. همین است بختیار؟ بله اکا. ای بچه، این یک وجب قد دارد. از این ستایش را بالا با بالا گذاری یک بختیار نمی شود. نه اکا، همین است، همین. بیاید همراه من، می رویم. اکای ایتکین. ای بیا گفتم. رمضان با خود بیا ای بچه. برادر با خود بیا. رمضان اکای بختیار حاضر میکشویم. دوامش رو خودت کشا. اکا اینها چی میخوان؟ چی در دارند؟ بختیاره که اینها میگویند تو نیستی نه؟ من بعد با تو گم میزنم. حاضر زود با ماشین میروی. نوران؟ او نوران جان شادی بگ. خوب هستی؟ خوبم یگون چیز نشد. تو چی خیلی؟ خوبم رحمت. بیا رویم. لیکن اکم چی؟ وای خودش می آید. ما می رویم. شادی بگ شما به خانه روید. من کمتر پس می آیم. اکا تو هم بیا. روید زودتر روید. رفتیم. اکا شما هم بیایید. روید زودتر آخر. خیر. رمضان به خانه که رفتی بروید یخ گذار که ورم نکند. مهم نیست اکا ورم کند. اکای بختیار تو با من اجازه دهی امشب این آدمان را یک بردارم. فقط جایهای میگشتگیشان را گوید بس. رمضان از برای خدا تو از این کار دوریست. من چیزی کردنی لازم باشد خودم میکنم. اکا من این شغل ها را نیست میکنم. دست رساندن شما تماما لازم نیست. رمضان به نام خدا گفتم تو به این کار دخالت نکن. من خودم حل میکنم. مایلش گفتگیتان بدین شود. در پناه خدا باشید. سلامت باش.
اکایتی که صبر کن فؤاد. رفعت کجا شدی؟ زودتر بیا. اکایتی که آمدم. مغاج را کشاتر کن. این کیست؟ انیخ کردن نتوانستم اکر کی است؟ بختیار است. بالای کار دستگیر کردم. کارش را تمام کردم. یک دقیقه. حاضر این بختیار است؟ البته بختیار است. اکا این رفعت ای بچه، تو پیشتر انیل و ممدوح را آدمی بختیار گفتی، دروغ برآمد. دائما خطا میکنی. لیکن اکا این دفعه بس کن. از این بدنامی بختیار میگرفتگی را میگرانم. بختیار را من یافتم، من کشتم. این مسئله پوشیده شد. فهمیدید؟ بله اکا. نغز دیگران هم به اینجا می آیند. در اینجا جمع می شویم. رفتیم. تو در درون برای چی من بختیارم گفتی؟ چون که تو از روی این یک رویت آدمان بیگناه را عذاب میدادی. چی بودن نامش مهم نیست. در کجایی که یک مظلوم باشد آنجا من هستم. فهمه؟ نه اینقدر آسان خلاص شده نمیتونی. در تو یک سری نافهم هست. تا هنوز معاین نکردم، لیکن انیق میکنم. پروا نکن. با من گوش کن. اگر بار دیگر آدمان بیگناه را اذیت دهی، تو را چنان ریزه میکنم که تمام عالمان دنیا جمع شوند، تو را جمع کرده نمیتوانند. رویم. پگاه یک عملیات کلان گذراندنی بار است. همه تیاریش را بیند. گذرانیدن چی؟ دارو. چون هر وقت دارو. چگونه دارو؟ مثل داروی درد سر؟ من از کجا دارم؟ درد سر را میماند نمیماند. ما فقط گذراندنش را میدانیم، استفاده کردنش را نه. اکا ما داروی چخیله بودنش را ندانسته چرا فروشیم؟ با ضررش به ما نرسد. تو یگان دارو را خورده بودی مگر؟ چگونه دارو؟ اکا با فکرم رفعت این کارو کردن نمیخواهد. من حل میکنم. با ماشین های ما عملیات گذراندن رو اجرا کرده میتوانیم. ماشین های ما هم برای کار آماده است. با ماشین ها نمیشود. این کار کلان است. در وقتهای آخر عملیات کلانترین مواد نشع آورمان می باشد. با کشتی رفعت می گذرانیم. هر کس حصه خود را می گیرد. مواد نشع آور؟ رفعت تا پگاه کشتی آماده می شود. اکا یگان کار دیگر کنیم نمی شود. این چی گفتن میخواهد؟ من هم نفهمیدم. برای تو باز اینجا کسب انتخاب کنیم. کار دائم میکردگی ما را میکنیم. دیگر کار را کنیم نمیشود اکا؟ تو چه میگویی؟ کشاد و روشن گپ زن. از این پیش تو را آگاه کرده بودم. با من چون معما گپ نزن. حقی میگرفتگیت معقول نباشد مرد بر این گپ زن. تو مرا نفهمیدی اکا ایتکی. من در فکر منفیت نیستم. یگان کارم نیست. نباشد مسئله در چیست؟ زهرآلود کردن آدمان با ما نمیزیبد. برای خود یگان کاری دیگر تشکیل کنیم. یگان تجارتی حلال کنیم. بس کن. تو چه میگویی؟ اکنون نو به عقلت آمد حلال و حرام. ضرر را از کجایش برگردی فایدهش هم هست. گوش کن رفعت. هم آدمی من هستی هم دامادم. این سخنها را یگان کسی دیگر میگفت؟ خیر، این سخنها را گویا نشنیدم.
тайёриятро бин. пагоҳ амалиёт дорем. ман дар ин кор шарик нестам. шумо ҳам барои худ ягон кори дигар ташкил кунед. бе ин ҳам пули он кор ягон хайре надорад. ки ин фикрҳоро ба сари ту ҷо кард? нахуд он бахтиёри мурдарафта ба ту таъсир карда бошад. вайро гӯрондам, туро ҳам мегӯронам. Рифат, ақлатро ба сарат гир. ақли ман дар сарам аст. ҳатто мурданамро донам ба кори маводи нашаовар даст намезанам. чӣ гап шуд? чӣ кардан мехоҳад? ака Айтекинро назанад боз? аз кай боз ту ба чунин қарор омадаӣ? ин корро солҳо боз мекунем. дар гузашта чизе буд, ҳамаш гузашт. акнун ман дар он корҳо нестам. оқибати ин кор хатар дорад. аз ин бало роҳи наҷот нест. ман акнун аз ин корҳои ифлос дасту доманамро мекашам. тамом шуд. ҳамин қадар кифоя. Рифат, ба марг рафта истодаи. Рифат, то ин корро карданам мурданам беҳтар аст. маҷлис ба охир расид. ака, ин Рифатак дар ин маҷлис ин хел ба шумо сарбардоштанаш, чӣ дурӯғ гӯям, бисёр маро дар ғазаб овард. ҳозир кӣ медонад инҳо дар берун ба дигарон чӣ мефаҳмонанд? даҳони мардум халта нест ки баста шавад. ака Айтекин, обрӯи шумо номуси мо ҳаст. хоҳиш кун имрӯз рафта ин Рифатаки номардро нест кунам. ака, ту ба ин кор биниятро нахалон. Фуат, бисёр олиҷаноб будам. як нишонзанро пеши ман биёр. як нишонзанро? бисёр гап назан, ҷезан биёяд. майлаш падар. دخترم چی شد؟ شته زد. در حقیقت یک بینم. شیطانی رو بین. دروغگوی افلاس. در حقیقت شته میزند. همین خیل بر وقت به حرکت در اومدگی که این کودک پسر می شود. در حقیقت پسر تولد میکنی. به فکر من هم به رفت مانند می شود. کودکی انیل چخل به رفت مانند می شده باشد. رفتم بیاید وی هم بیند. همه این کارهایت را در آینده به کودکت چخل می فهمانی؟ من یگان چیزی فهمونده نمیتوانستگی ندارم. درست، البته نداری. به خانه دیگر کس خود را جای کرده شوهرش را دوست دیدنت بسیار طبیعی است. به تو میزیبد. تو هم شوهرت را صاحبی میکردی. اکنون نو قدردان شده. یک از خودت پرس، این آدم چرا دائم با دیگران میرود؟ چشم رفت بغیر از من کسی را نمیبیند لطیفه خانم. نباشد این کودک از خقل و تک پیدا شده است؟
اثبات واخوردنشان انا در اینجاست. این میوه واخوری نزدیکی آنهاست. افسوس که آن میوه از درخت دیگر است. تو خودت رو همین خیل فریب کن. در وقتش بریفت یک کودک تولد میکردی، وقتش رو خوش میکردی، نتیجه این خیل نمیشد. بعد از آشکار گردیدن حقیقت بسیار پشیمان خواهد شد لطیفه خانم. مالش من پشیمان شوم، لیکن تو نشو. جلوه تقدیر را دیدی رابط؟ بختیاری اکینوران میکفتگی من نبوده است. اون طرفش رو ما هم فهمیدیم، به عقل نشو. اکینوران رفیق ریفت است، متاسفانه همین خیل. اقلا یک بار حادثه ها رو از طرف خوبش نظر میکنی. ریفت با ایتیکین یوز سر برداشت. بله، البته که کارش رو تمام میکند. با ایتیکین یوز سر برداشتگی در حیات موندگی یگون کس هست. اکا چند ساعت شد مرا در آفیس انتظار میکنی؟ کارم برآمد دادر. حتی خبر نمیدهی. بهوده آنقدر انتظار شدم. گفتم کو کارم برآمد. تو چی گفتنی بودی؟ اکا نوران است کو؟ خیر، من به وی تکلیفی اویله دار شوی نموده. همین خیل انشاءالله قبول نکردگیست. تو چی ها میگویی؟ از این سودای عشق در گذر گفتنی گپ. برای چی بوده است؟ در این موضوع یک گپی عالی جناب میدونم. با من چی اکا؟ از میدونستگی های تو میدونستگی های من به خودم کفایه. ما با نوران یکدیگر رو دوست میداریم و اویله دار میشویم. نمیشود. نمیفهمی تو؟ نمیشود. میشود. اکا جانت رو گوش کن. به عقل چه در دنیا دختر نیست دیگرش رو میابی. اکا من با نوران اویله دار میشوم. تو اجازت دهی یا ندهی اویله دار میشوم اکا. خانه دار نمیشوی گفتم. کودکی به عقل. خیر چیزی که نباشد. رابط بیهوده همه خیل میشینی. برای رفتک مرش مرگ رو نواز که حلاوت بریم. لا 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 لا. به من نگر. آدمی میکشتگیت دامادی من است. از من گرفتن این تعیینات را کسی باید نداند. اگر دخترم فهمد این را از تو میدانم. آگاه باش. کار من آدم کشتن است اکا ایتکین. چون مرگ خاموش ماندن را هم میدانم. رو کارش را تمام کن نباشد. تیزتر حل کن. خوب شده است اکا ایتکین. عالم خبری به من سر برداشتن رفت را نشونیده. خبری مرگش را شنود. اکا چی گپ شده ایستاد از گپ زن خیر؟ تو چی رو فهمیدن میخوایی؟ همه چیز رو. این فؤاد با تو چی مشکلات دارد؟ نورم من با تو آیری جنر چی گفتم؟ این با جنر چی علاقه دارد؟ چه خیل چی علاقه دارد؟ جنر دادری امین حریف نیست؟ متاسفانه معلوم میشود که علاقه دارد. نورم گوش کن. تو ما رو بسیار عصبانی میکنی. من با تو چند بار با جنر وا نمیخوری گفتم ها؟ گفتم تو ما رو گوش کردی؟ نه گوش نکردی؟ گوش نکردی؟ همه این حادثه ها از روی همین شد؟
البته از رویمشون نوران یا توبه کم در روشور شو این آدم ها پدنلت اوبوش میباشن همه کارها رو به زوری به اوبوشی حل میکنن فهمیدی؟ اما بختیار از اونها ترسید نه ترسید رفته در مقابلشون راضی شد. فؤاد باشد برای انتقام گرفتن چیکار کرد؟ تو رو دوست دید؟ اکا عذر بسیار میخواهم یعنی همه کار از روی من شد. نه جانم تو هم اینقدر وایمه نکن. اینها به این هم آدمانی از مشکلات میبرآوردگی هستند لیکن تو کاری درستش رو کن و از آن بچه دوریست. اما اکا نوران با تو هزاران بار فهمونم این موضوع اینجا پوشیده میشود. تمام. درست میگویی رابرت. عزیزه را زنگ میزنیم بعد مردن رفت عزیزه با من میماند کن. حاضر راهش رو سازیم اسفالت کنیم و تیار شده ایستیم عالم گلستان میشود. عزیزه رو زنگ میزنم. یک لحظه تلفنش رو نمیگیرد. چیکار میکنیم؟ باز زنگ میزنیم تا جواب دادنش. چی میگویی فؤاد؟ چی؟ نگفتم که دیگر به من زنگ نزن. من هم با قلبم همین سخن را گفتم لیکن گوش نمیکند عزیزه. بس کن فهمیدی؟ عزیزه از تو یک چیز پرسم. همین رفت محبوبش رو در خونه جای کرده است. تو با این حالت چقدر صبر میکنی؟ اون زن محبوبه رفت نیست. محبوبش است. با دروغهای رفت باور نکن. رفت من رو دوست می‌دارد و من هم رفت رو دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم فهمیدی؟ نه دوست نمی‌داری. با نزدیکی با رفت نقشه کودکدار شدن رو داریم. شاید همان وقت باور میکنی. نه نمیشود. راست میگویی رابرت. رفت کودک پیدا نکرده به خاک سپرده می شود. بله برای دلبرداری عزیزه در نزدش من می شود. نوران جان خوشبخت شدن تو رو از همه بسیار من میخواهم لیکن جنیر برای تو آدمی مناسب نیست. من نمیخواهم که تو غمگین شوی لیکن تا اون وقتی که نزد او باشی در خطر هستی. خیر خودت رو فکر نکنی مرا هم فکر نکنی. او اقلا پدرم رو فکر کن. اگر با تو چیزی شود پدرم از غم میمیرد. راست میگویی اکا. اون چیزی که به سرمون اومد سببگوری اساسیش جنیر است. حقیقت رو از من پنهان کرد. انا همین خیلی یک چشمان رو کشا. مثلا جنیر چیکار کردن اکاش کی بودن اکاش رو به تو گفت یکم بار؟ نگفت. نمیگوید چون که آدمی مکار است. فقط مکار باشد خوب. این آدم بی ناموس بی شرف بی حیثیت بی خون مکار گفته بودم. کثافت خبرکش قلاب آدمی پست است.
паданналати фитнагари қаллоби дузди ҳароми дурӯғгӯи хонавайрон аст. Шодибек исто нафас гир намурӣ. бисёр қаҳром омад бародар, мебахшӣ. майлаш, лекин барои чӣ ин қадар қаҳрат омад Шодибек? ира бин чӣ мегӯяе? мега қаҳрат омад. рафиқи беҳтарини манро, хоҳарашро медузад, хиёнат мекунад, қаҳри ман набиёяд. ман дар ғазаб нашавам, ки дар ғазаб шавад? кани гап зан, ки дар ғазаб шавад? рост парво накунед. мин баъд акнун бо ҷанер во намехӯрам. ай ростӣ? бале. шукри худо, шукри худо. бия буса кунам. ин барои ман бисёр як лаҳзаи муҳим аст. ана ҳамин хел ман ҳатто дарахтро мебусам. дар ҳаёти ман беҳтарин рӯз аст. Шодибек, ба ту чӣ шуд? ман ҳам хурсанд шудам, лекин ту чӣ ин қадар муболиға кардӣ? ҳа, нурам ба ту амонат Шодибек. майлаш бародар. ту қарори дурусташро қабул кардӣ. дар паноҳи худо бошед. ту ҳам бародар. корҳоро ҳал кардам. омада истодам. Шодибек, дар вақтҳои мушкилиам доим дар наздам ҳастӣ. ҷурагиро боз давом медиҳем Нуран. хуб ки ҳастӣ. хуб ки ту ҳам ҳастӣ. ҳама чиз то ба ҳамин ҷо ҷанер. ба ман дигар зан назан. дигар бо ту вохӯрдан намехоҳам. чӣ гап шуда? акнун ҷанер тамом шуд Шодибек. қисмат ҳамин. зиқ нашав Нуран. аз ин баъд доим бо ту мешавам, туро танҳо намегузорам, ваъда медиҳам. хола, шаби хуш хола. чӣ хел ҳастӣ паҳлавон? хубам. хола, туро худованд ба ман рӯбарӯ гардон. ман ҳам боз аз куҷо ёфта мепурсам гуфта фикр доштам. бахайр аст писарам, чиро мепурсидӣ? хола, ту аз куҷо медонистӣ ки ман бародарамро ҷустуҷӯ дорам? нафаҳмидам писарам, ту чӣ мегӯӣ? бародарамро хола. ана бин, мешиносед бародарамро? не, ту чӣ мешиносӣ? не, намешиносам. дар ин маҳалла мебуд аниқ мешинохтем. ки аст ин кӯдак? кӯдак нест, ҷавонмард шудагист. ин сурат 15 сол пешина аст. дар дастам дигар сурат нест, барои ҳамин дигар намедонам. дар як истанбули калон дар дастат як сурати холӣ бо сурати давраи кӯдакӣ бародаратро мекоби писарам. бале хола, ту рӯзи гузашта кофтамро давом деҳ гуфта ягон рӯз ҳатман меёбӣ гуфта будӣ. нокофта чӣ ёфт шуд дар ин дунё писарам?
ها شما در این معنا گفته بودید. خدا مددگار پسرم. سلامت باشه. پهلوان با پدر سلام رسان. پدرش در جنگ شهید شد. نباشد سلام گفتنی تو شرط نیست. پدرت به این همه رو میشنود، چون که شهیدان نمیمیرند. سلام به تو ای شهید. سلام. هزاران سلام. چقدر خوشبختی امره. کاش که من هم مثل تو پسری شهید میشدم. شبی خوش رمضان. شبی خوش خاله. شبی خوش سکه رمضان. شبی خوش پهلوان. بختیار که بیاید میتوانیم خانه درویم. با کجا میدروی ایسا؟ تا جسد رو نیابیم دفتر بختیار رو پوشیده نمیتوانیم. اکا گفتیم کو و در یگان جانی چیکار میکنیم؟ باز میکابیم. انیخ از یگان جا میبراید. پرواز نکرد از کو. تو این طرف رو میکابیم، من اون طرف رو. در کار شود تا روز کفته او رو یک بلا کرده میابیم. نه من اونجا رو نمیکابم. برای چی؟ تاریک. اکا یک جوی کابیم چی؟ یک جا مکجا نمیشود. رفته کفتنگیر. من به اون طرف نمیروم. نباشد به این طرف رو. تزتر. تو در درون حوض نیست. در یگان چون نیست. اکا این جسد رو جمیله نگرفته باشد. برای چی گیرد؟ چیکار میکنه جسد رو؟ با این زن یک تونه تهمت زدیم. اکا از من بودن کودک رو گفتیم وی هم با ما بازی نکرده باشد. چی خیل با ما بازی میکنه؟ برای انتقام گرفتن. اکا ما رو دیوانه کردنی است، نمیفهمی؟ به این هم دیوانه شدم. نباشد جمیله این جسد رو گرفته در کجا پنهان کرده است؟
رفتیم. چی کار میکنی انیل؟ مرده رو میکوبم. در تگ کرسی میکوبی؟ چی همه دوره که در نتیجه مرده رو میکوبیم که آورده ما رو در همین جا انداختیم، مرده رو کوبیم، گفته کافته ایستاده ایم، همه این گفته هایت رو اجرا میکنم. باز با من هر خیل سخن میگوی که به خانه بیا میگوییم میگویم، آدم کش میگوییم میکشم، این رو اجرا کن میگوییم میکنم. ولی دویم از من شکایت میکنی. برای چی خیل میکنی؟ من با تو چی کردم؟ ولی یک بار به من تشکر نگفتی که همه چیز رو برایت میکنم. باز چی کنم؟ بس. تو اول یک خودت رو کفته یاب، بعد جسد رو کفته میابیم. فهمیدی؟ رفتیم. فهمیدم. برازنت رفتیم. نیست. چی گپ شد؟ هیچ گپ نیم. چی کار میکنیم؟ تو با پای اون فرا من آشانه دوم رو میبینم، بعد همینجا وا میخوریم. اکا جان یکان کار نمیکند. کی یکان کار نمیکند؟ مرده. چی خیل کند ها؟ آدم مردگی. رفتیم. وایستا شنیدی؟ برای خدا داد نزن. به خدا یگانیتی من ندارم. سر میدیم به شرط که خاموش شدی. میفهمی؟ خاموش. افلاس در حجره من چی کار میکنی؟ چی کار میکنی در حجره من؟ وای
وایرو میگفتم. چرا؟ نیو دروغگویی بدتمیز. تو مرا میپایده ها؟ همین خیل نه؟ و چرا تو رو پایده کردم؟ و من همین خیل بهتربیم؟ چقدر تو بهتربیه هستی؟ نباشد در حجره من چیکار میکنی؟ فهمونده نمیتوانم. چه فهمونده نمیتوانی؟ بسیار چیزی مخفی گفته نمیتوانم. چه مخفی؟ با من نگر فهمون نباشد در نزدی همه تو رو شرمنده میکنم. اگر گویم میترسی؟ میترسیدم؟ چرا ترسم؟ با این دروغگویی تو حتی طاهر باور نمیکند. یعنی باور میکردگی بر اینم نی؟ با من نگر انیل. این بهانه‌های نودارکار و دروغت با من نمیگذرد. دیگر در اطراف من گشت و گذار نکن، فهمو؟ لیکن ایلیم تو آفتابی منی. اگر دنیا در اطراف آفتاب دور نزند نیست میشود. یگون پرویش ندارم، لیکن برای فهمیدنم میپرسم. پرس. چرا؟ گفتی که کودک جمیله از من است. برای خلاص کردن آقای رفت. برای همین مرا شلال زدی. بیهوده گویی نکن دیوانه. دیوانه. با خدا که راست میگم ایلیم، برای نجات دادن آقای رفت کردیم. اگه این ممدو به این سبب شد از ترس ایتکی کودک را با من بار کردن. پروا ندارم جانم، پروا ندارم. جانم گفتی؟ از حجره من برو انیل. مجبور نکن که داد زنم. ایلیم عزیزم، دوست نداری خراب میشم. به این هم در 3 ماه 15 کیلو خراب شدم. باز 15 کیلوی دیگر خراب میشم. 10 تای دیگر، 5 تای دیگر. یعنی مشق میکنم، پرهیز میکنم، خراب میشم. به من یک فرصت دی. مرحمت. به خدا. انا به تو فرصت. به خدا تو رو چونان شرمنده میکنم که داد زده میگویی که مرا کشید، فهمو؟ برو. مایلش خیب مایلش میبرایم. در جایی که مرا نمیخوان نمیستم. تو اینقدر شلاق زن شدی. رو از اینجا. دیوانه. در کجا بودی اینقدر؟ ایلیم دستگیرم کرد. یک کاری میکردگی این عبدالرحمین. که تو چه میگویی؟ به خانه دوست بر این در آمدیم. تو دعا کن که ایلیم شرمندگی همون را نبرآورد. بس کن بس. پیش در آشیانه بالا رو میبینی. اگه جانت گردم برایم از اینجا دستگیر نشویم. تو آنجا صد رو نیابیم از اینجا نمیبرایم، فهمیدی؟ فهمیدم. کیست در آنجا؟ ایلیم تو هستی؟ ایلیم لبای لطیفه خانم، یگون خواهش داره؟ تو این خیل از کجا می آیی؟ لطیفه خانم حجره من رو با پایون کشوندید کو؟ خیر مایلش. با من چونین نمود که گویا دری حجرم کشاده شد. من یک حجره جمیله رو بینم، تو طاهر رو بین. مایلش؟ اگه دستگیر نشوی بیا برایی. با این طرف اومده ایستادن. چیکار کنیم؟ همه اش خوب میشود. من صاحب این خانه میشوم. کودک رو تولد میکنم. صاحب خانه میشوم. چی گفت شدن؟ چی گفت شد؟ جمیله؟ رونگرد جمیله؟ چی گفت شد دخترم؟ شما بودید لطیفه خانم؟ بله.
من هم وقتی کشوده شدنی در ترسیدم. من حاضرک در آمدم. داری همون کشودگی بود. در رو شما نکشودید؟ نه من نکشودم. نباشد کی کشود؟ هست در این خانه انیق چیزی هست. اول حجره رفت حاضر باشد اینجا. این آوازی چی؟ ایستو هیجان نکن. بیا تو اینجا ایست. نجوم انا اینجا ایست. من رفتم میبینم. مایش نجوم در اینجا هیچ کس نیست. خدایا تو ما را از دیو و پری و عجینه نگهبان باش. آمین انشالله. نیست کسی نیست. یه چیز نیست؟ نه نترس دخترم. باوری دارید؟ بله نگاه کردم در پیش ایوان کسی نیست. کنی حاضر تو نزدک خواب رو دخترم. میلش نترسیده خواب کن. کنی خواب کن دخترم. خوابی خوش. انیل ای بچه نگاه کن. با دقت باش به اینجا پر. تو رو میقپم. فهمیدی؟ بیا نترس. چی کار میکنی؟ بیا میقپم. میقپی؟ آخر تو 60 کیلویی من 120 کیلو. اگر پرم تو رو پشه بر این مجق میکنم تو چه میگویی؟ میلش بیهوده گویی نکن. حاضر دستگیر میشوی. پر میگویم. نمیپرم. پو کسی نیست. خدایا این یک خوب شود این خدا. چی گپ شد دخترم؟ چی گپ شد آخیر؟ در درون کسی بود مرا دیگه کی؟ خدایا یگان چی نشد آخیر؟ نه یگان چی نشد. بسیار ترسیدم. انا رفت هم آمد. چی کار میکنم؟ خدا پرده محکم شده است. خدا اکی میدو. چی گم شد؟ پسرم با سرمان چی آمد؟ پسرم خوب کی آمدی؟ در این خانه کسی هست؟ کسی هست؟ کیست وای؟ در حجره من بود. بعد گریخت. حاضر یک دقیقه کنی یک بینم. سفسطه نگوی. چی خیل بهوده گویی؟ شما پروا نکنید. منو در همین جای انتظار شد. نه رفت نمیگذارم. پسرم زنگ زن. پاسبان ها آمده بینند. پاسبان ها باید بیاید. دروغ زنان ها ببینند. ایلش گفتم که شما پروا نکنید. با دقت باش. با احتیاط پروا نکنید. انیل؟ چی کار میکنی در اینجا؟ مرده رو میکابم. ای بی عقل. قریب با بلچه به دهانت میزدم. دیده ایستادم. رفت نجات ده.
با اینقدر زن چی گویم؟ تو یکم چی میگوی بختیار؟ جونت رو کردم نجات. بختیار نگو پدر جون. انیل گابزن چی کار میکرده در اینجا؟ پدر من وی چی؟ او گابزن آخر به حجره من در اومده بود. تو شرمنده، یک مردکی کلان عیب رو نمیدانی. اکنون چقدر حامله شدنت معلوم شد. یک شب به حجره تو هم انیل در آمده است. به تربیه تو چه گفته ایستاده میشنوی خودت؟ تو کسی که با من چون گپ میزنی؟ مگر دروغ میگویم؟ به این هم انیل اقرار نشد مگر؟ کو گپ زن انیل؟ کودک است تو نیست مگر؟ درست است از من ینگه. آنا مرحمت. از تو است دروغگوی شرمنده افلاس. علم من تو رو میکشم. یک بار دیگر چونین گپگویی تو رو میکشم. مایلش دخترم مایلش. تو حامله دار هستی آرام باش. تو با آنها سر به سر شدن نمیتوانی. رفت این دروغگوی افلاس را پیش کن. در حجره پاسبانان هم نیستد. کنی گابزن در حجره علم چیکار داشتی؟ یک غیب زده بود. چی غیب زد؟ چیزهای غیب زده رو در حجره من میگفتی؟ درباره کدام چیزی غیب زده سخن میگویی؟ عقلت رو گم کردی، آن رو میکوبی. کم ماند، آن رو هم گم میکنم. نه، من جسد رو میگفتم. جسد رو؟ جسد چی گفتنی گپ؟ مرده گفتنی گپ. مرده به سواد. تو گفتنی که جسد رو میگفتی ها؟ جسد گم شده است پدر. جسد گم شده است؟ پسرم این چی میگوی؟ جسدی کی؟ در خانه جسد چی کار میکنه؟ خاموش. یک گفزن. رفت با من نگر. شما که در خانه یکون کس رو نکشته اید. نه بهودگویی نکنید. بس کنید این خیالات رو. کشتن چی؟ این انیل در خوابش میگردد. مثل لوناتیک است. خواب کرده است، خواب دیده است، در خوابش جسد رو دیده است، باز با بالای این جسد رو گم کرده است. همان جسد رو میکفته است. میکفتی ها؟ در خوابم میگردم پدر. خواب کرده میگردم. در خوابم هم جسد دیدم. آن رو میکفتم. دیدم که در اینجایم. چه خیل آمدم ای خدایا. انا همین خیل میگردم. این باید رفته خواب کرده. شما هم روید. خوب روید. با حجره خوابتان روید. علم تو هم این رو در جایش گذار. انا همین خیل گفتگیم بر این بختیار. مرده رو که نیافتیم به اکای ایتکین یک نفر رو بختیار گفته هدف نشان دادیم. وای هم زود از پیش شد. یک دقیقه. اکای ایتکین امروز نفری که بختیار گفته نشان دادن این همان آدمی یافتگی شما بود؟ بله آدمی یافتگی ما بود. یک قلاب دروغگوی فتنه‌کاری فریبگر بود. اکا این مرده رو جنها گرفته نبوده باشند. وقتی گفزنی لطفه خانم شنیدم به خانه پهن شدن گفت. بهودگویی نکن. یک مرده بخار شده میرود من بهودگویی میکنم. هم خیلی به من از روی منطق بزنید. مرده کجا شد؟ برای همین در خانه ما میگفتی مرده در داخل خانه چیکار میکند؟ خیر از کجا دانیم بختیار؟ نپرید کو. از همین جا یگان جا میبراید. در باغچه که نیفتیم ما خانه رو کفتیم. گویا که کلید خانه را گم کردید آن را میکابید. این مرده است. مرده با کجا میرود؟ چه خیلی این کارا کرده توانستید؟ چه خیلی گم کردید؟ خیر من به خانه میروم. شما گفتن را دوام دهید. مردم را هم نترسونید. مرده گویید. یگان کس نترسیده است. یگان کس نترسیده است. ترسیدگی این همین مرده. اکا چیکار میکنی؟
اکا جسد را هم نیفتیم آدمان انتظاری جسد این چی زنگ میزند باز؟ الو جسد رو آوردنتون شرط نیست آورده باز بسرم یگان مشکلات نسازید آدمان بسیار قاتل برآمدند ما میدونیم که دزدیده از گفته از پی دشمنانشان شدند نه شما مرا میشناسید نه من شما را میشناسم اوه شکر خدای مهربان هیچ نباشد از این خلاص شده منیل خلاص شده میگویی؟ آدمان باز ما رو نیابند نکه برای چی ما رو یابند؟ آنها از پی دشمنانشان شدند این موضوع در همینجا تمام شد کنی حاضر تو رفته خواب کن برای چی به حجرت نمی روی؟ نمی توانم چرا نمی توانی؟ می ترسم کنی خیز دفت شو از اینجا مالش می روم اکا می روم این خیلی چیزا چر زده باز من رو می آبند خیر کسی نبوده است در راه محکم کنم کنی بیا محکم می کنم دیگر کسی در آمده نمی تواند باوریت نمی آید مخصوص برای مرا شرمنده کردن و با مادرت یک شده همکرسی مرا دعوت کردند آن زن حق و حقوقی تو را از این خانه راندن ندارد نه اکنون این آنقدر کاری آسان هم نیست جنگ کردن خواهد می جنگیم تو برای من می جنگی؟ برای تو نه برای غروری زنانم که زود به قسم خودت گذر حالا هم همین خیل حالا هم گفتنت چی معنی دارد با تو هم روی خوش نشان داده نمی شود خیر نباشد ما که در یک بستر خواب کردنی نیستیم به فکرم خواب میکنیم چرا نمیکنیم چرا خواب کردن نمیتونیم مگر ما زن و شوهر نیستیم گپ رو دراز نکن رفت که زود به جایت گذر عزیزم انیل در خوابش مرده را دیده بود که بسیار ترسیده است با من هم تأثیر کرده با فکرم خیلی ترسیدم امشب تا خوابم آمدن نزد تو کم ترکه گستم میلش رفت بسیار از فرصت استفاده نکنی بهتر می شود همین خیل دوام دادن گیری در قسم خودت نه و در ماشینت خواب می روی در خانه خودم غریب شدم گپ را دراز نکن گذر هیلین من میدانستم تو نسبت من احساسی داری دل را به دل راه هست این خیلی نکن خوشم می آید تو را بسه کنم باید با من جنجال نکن مهلش چقدر خون که علم بسیار خون خوردی خدا ای خدا اکی ممدو
акай мевду даро кушо акай мевду вой акай мевду اوه چی گپ شد؟ بلازانه تو رو همراه خوابت باز به تو چی شد کلدم؟ چی خیلی خودت رو در حجره محکم کردی؟ حیوان! کجا در را نظر تو شده ایستادن اکای مندو در خوابم در موندم مرا نجاده مرا باز چی شد به تو؟ باز چی شد؟ چی گفتنی باز چی شد اکا؟ مرده رو نمیبینی در جای خوابم این مرده ای تو را بلاز اوه این چی ها؟ اکا چی ایستاده ای مرا از این خواب خلاص کن آخیر یگان نمود خواب نیست نباشد من به خوابی تو در آمدم من در خوابی تو چیکار دارم اکا هر انسان یک محرمیت داره من در محرمیت تو چیکار دارم مرا از اینجا بیرون کن پرتو بس کن بس یگان خیلی خواب نیست مرده در جای خوابت است نمیبینی چی؟ خواب نیست خدایا منو نجات ده کاش که من هم یک بار همه خیلی بیهوش می شدم باز من هم بیهوش نشوم نه یگان کس آورده ماندگی باشد تو چه میگوی یکا؟ و با تو گفتم که در را قلف کردگی بودم کی آورده میمونه در قلف بود خیر دیگر خیلی نمیشود شده نمیتواند یعنی غیر امکان است چی خیلی نمیشود با چشمانت دیدی در را خودت شکستی چرا خودت را این کار میکنی نمیشود این خیلی کار شده نمیتواند من باری یکم این خیلی حادثه رو میبینم این مرده را جین ها آوردن مگر چی خیلی جین ها تو چی میگویی اکا تو یگون فکر را قبول نمی کنی اون را میگویم نمی شود این را میگویم نمی شود میگویی این خدا چی گپکا نباشد تو با من شردی این چخیل به اینجا آمد چخیل خاموش شو خاموش مرا هم به مثل خودت بی عقل کرده ایستاده ای کلا دمی ابله айнан гуфтагият бар ин кардам падар мурдаро дар ҷои хоби анил гузоштам аз тарс ҳозир мурдагист аз ин бадтар мешаванд чунон корҳое мекунам ки барои мурдан зорию тавалло мекунанд خیانت را در قهر دل حس میکنند نفس میگیرند لیکن برآورده نمیتوانند قلبهایشان با ترس از من مهر زده میشوند حجت ها تیار است؟ تیار پدر همه چیز را نقطه به نقطه بار دیگر از نظر گذران مایلش پدر با هر سوال میپرسیدگیشان یک جوابت باشد انشالله پدر تا نقطه و ویرگول همش رو از یاد کردم سحر به خانه میروی مایلش پدر سنگ های راهی به این نقام میرفتگی را تو میگذاری وقتی با پا خستن از آن راه رفته همه‌شان را سرسان و پریشان میکنم یعنی تو میگویی که جنها همه کارها رو پرتافته برای ترساندن انیل مرده رو گرفته از درون قلف در آورده به جای خواب انیل گذاشتن همین خیل برای چی نشود اکا؟ با تیوری های گوناگون را قبول کردن آماده کردن ایستاده باشد میدانی
آقای رفت با ما بازی کردن ایستاده باشد؟ انیل با تو بازی های میکنم که نامت رو فراموش میکنی. دهانت رو پوش. را بختیار رو زنگ زن. اگه تلفنت رو میدی من به اجرم رفته نمیتوانم. تو بختیار رو زنگ زن. من رفته سر و لباست رو بیارم. سلامت باشی اگه. تشکر زیاد. باز چی گپ شد؟ برای چی در این سال مرا جیغ زده؟ یا اینکه مرده گشته آمد؟ از کجا دانستی؟ چی گپ شد؟ مرده رو یافتید؟ نه وای ما رو یافت. چه خیل؟ انا همین خیل. چه خیل پیدا شد؟ مرده از درهای قلف گذشته آهسته به بستر خوابم در اومده مرا به آغوش گرفت. بی عقل تو چی نقل کرده ایستاده ای؟ اکی میمدو؟ به خدا راست میگوید بختیار. یعنی مرده از این درهای قلف میگذرد؟ تا جای خواب انیل رفته باز جرأت کرده انیل را با آغوش میگیرد؟ همین خیل؟ عیناً همین خیل شد. تو هم با همین انیل ابله گشته عقلت را خوردی. چه خیلی که نباشد آدم در همین جا است. هر چیز زودتر او را گوراندن لازم. مایلش بیاید رفته گرانیم. چند وقت شد که مرده نگرانده بودم. چی ایستاده ای در آنجا؟ بیا بردار. من دست نمیرسونم. مثل زنهایی که مش رو میبینن میترسن در اینجا میشینی. فقط این شوخی ها هیچ نقض نشده که کنی از یک طرفش بردار. اگه خودت برده نمیتونی پشتوره کنی چی؟ باز در اینجا دستانش روز کردیستا. با من گوش کنید. بعد گراندن مرده یک فاتحه خوانید که در آن دنیا با شما دعواگر نشود. در این دنیا یگان کار نکند در آن دنیا چی کار میکند کردن گیرد. به این هم برای آن طرف رو فکر نکردنمون همه این به سرمون آمد. اگه زود این را گل کرده رویم. اکا چی گپ شد؟ یک آواز آمد شنیدید؟ آواز رو شنیدید؟ سرده؟ آواز رو شنیدید؟ من شنیدم. ممکن که رفیقان مرده آمده باشند. چه خیر رفیق اکا؟ ما با خودش بزرگ سر به سر می شویم باز رفیق میگوید. ای حیوان بوده که در جنگل باز چی می شود؟ حیوان؟ اکا این رو نگرانیم نمی شود پرتافته رویم. اگر دهانت رو نپوشی تو رو هم همراه همین فیروز می گرانیم. اکا این با من چی میگوید؟ نمی شود اکا مهمدو نمی شود. تو این رو شسته می آیم که شب روز می شود. رفتیم. آهسته آهسته. احتیاط کن احتیاط کن احتیاط باش. قبرستان توی برای چی ما کنیم؟
من انتظار هستم که باز مرده نگریزد. از شما گریخت لیکن از من گریخته نمیتواند. یعنی چی خیلی؟ هر کار سیری خود را دارد. تو این را نمیفهمی. سیر دارد؟ ای بختیار، عقل این 2 گرم است. فکری او را گوش نکن. گیر کنی کمتر تو کن. کنیده با من. بسم الله الرحمن الرحیم. این آوازی چی بود؟ آوازی من. از تو؟ میانم لط خورده است. انیل مرده رو بیار. که من در حیات با وی دست نمیرسانم. ای خدایا. بختیار تو در این کارها تجربه داری. ما اینقدر چقور کندیم کفایه است. بازگشته نهاید. در اصل مرده ها یک بار هم گشته نمی آید. لیکن این کمتر دیگر خیلی بر آمد. برای همین یکون چیزی انیل گفته نمیتوانم. چه؟ این مرده از درهای قلف گذشته توانیست کن. ممکن از خاکم برآمده تواند. اکی میدو منو میترسانیدی. تو هم نترسه باشد. اومده تو را یکون کار کرد؟ البته کرد. اومد مرا در آغوش گرفت. زود باشد. کمتری دیگر چقور کنیم. بیا اینجا دستت رو دیم. حاضر بیا. اگه میبدو تو انتظار شو من درست کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرده ها تلخانی میکنند اکا. چی شده ایستاده است؟ چی خیل مرده ها؟ از آنجا پرونده ایستادن. اکای ممدو ایستا. که این را فرستاده باشد؟ کی این را فرستاده باشد؟ من از کجا دانم؟ آیتکین نفرستاده باشد. با آیتکین چه علاقه دارد؟ همین که با من یک تکلیف کرد، من هم آن را رد کردم. از همانجا چنین کردنش ممکن؟ چه بوده است؟ تجارت مواد نشأ آور میکنیم گفت. من هم نمیکنم گفتم. بلا سند. چی گفت وای؟ چی گفت؟ تو را میکشم گفت. این چی میگوید اکا؟ تو این را از اول درست نقل کن. و چیش رو درست نقل کنم اکای میمدو؟ با کاری درست سر میکنیم گفت. من در حیاتم نمیکنم گفتم تمام. شما مرا سیل کسل کردید. یک تاش با مرده ها کش و کش میکند، دیگرش با آیتکین سر بلند میکند. خیر میلش تمام. آیتکین شاید این کارو نکرده باشد. دخترش رو تنها گذاشته نمیخواد. انیق فوت کردگیست. اگر خواهی باوری نکن. هر چیزی که نباشد گیره زودتر فیروز را گور کنیم. اکا با تو چند بار گفتم که من این را نمیقپم. یا اینکه این مرده را تو میقپی یا اینکه من تو را در اینجا میپرونم. اکا چرا تو اینقدر زود میرنجی؟ میلش میقپم. میلش شما قپید. من در پایان میشم. با من ده.
таманнигар эртан рифат кори як нишонзанро тамом кард. барои ҳамин бо диққат бош. ин кор хатои хурдтаринро намебардорад. ин корро фармуданамро касе бояд надонад. корашро тамом мекунӣ, баъд беовоз аз миён ғайб мезанӣ. парво накунед акае Текин. то мо нахоҳем касе моро дидан наметавонад. нағз хомӯшона ва аниқ ҳал шавад. бо диққат бош. шумо аз ҳозир кандани қабрро сар кунед, мурдагӣ ҳисоб кунед. саидатро хурд машумор эртан. ин шикор мекардагият оҳу нест, шери ман аст. он қадар осон намемирад. ба қалб тир мехӯрдагӣ ҳар кас мемирад. акаяте ки номи ман эртан, нишонзан, тири ман аз ҳадаф хато намеравад. нағз хеле хуб. набошад тайёриятро бин. лекин беовоз ва аниқ ҳал шавад. кани бинам туро. رفعت رفعت عزیزه یگان گپ شد؟ خیلی سحر شد. باز چی گپ می شد؟ خیلی چی؟ یک نقشه دارم. نقشه داری؟ ایستو عزیزه در اطراف من با قدری کافی نقشه میکشیدگی ها بسیار است. باز تو نقشه نکش. اگر تو امروز اون زن رو از این خانه دفع میکردی من هم مجبور نمیشدم که نقشه ترتیب دهم. رفعت اون زن کیست؟ درباره جمیله گپ میزنی؟ من به تو نگفتم که نام اون زن رو به زبان نگیر. ها؟ برای اون زن رو از خانه راندن نقشه کشیدی؟ بله. نقشه چیست؟ با حجرش در اومده گفت و گپ میکنیم. گفت و گپ میکنیم عزیزه جان؟ عیناً همین طور. ای عزیزه، با فکر من تو یگان نقشه مخشه نکنی بهتر می شود. بس کن رفعت. زودتر خسته آماده شو. تو رو انتظار می شوم. زود باش. با حجرش در آمده گفتگو میکنیم. اوه پایم را کشیده. اوه ایستو. من تنها با اون خانه می درایم. تو رو می کشم رفعت. به خانه اون زن خودت تنها نمی درایی. درایم چی می شود؟ کویا کشاده بین. ایستا. وقتی کشادنی در چشمانت رو می پوشی. اون زن در داخل خانه در کدام حال است نمی دانیم. راست میگویی. ایتاب چی خیل ببینم عزیزه؟ خیلی شد جانم. راست نگاه نکن. با تمکین نگاه کن گفتم. توزا کسی نیست. درو. اگر در حمام باشد چی؟ کن یک رفته بینم. بهودگویی نکن رفعت. کو بگو تو چیکار داری به حمامی اون زن؟ اگر او اوریان باشد چی؟ ما رو دیوانه نکن. با چی روبرو شدن من رو نمیدونیم. یک طرف ایستا. من خودم با احتیاط نگاه میکردم. یکان آواز نیست. همه کارو به آواز میکند. نگاه کن. رفعت. کسی نیست. تو هم شخص شده نیست. نگاه کن. عزیزه جان انیخترش چی رو میجویم؟ فهمیده میتوانم.
این زن پدر و مادر یا یگان خیش و تبار ندارد مگر؟ البته که دارد، نباشد این را لک آورد. نباشد یگان رقم تلفنی آنها یگان سراغه یا واسطه علاقه یافته نمانده؟ آنها یافتیم. بعد چی می شود؟ چی می شود رفت؟ آنها رو زنگ زده دخترشون به چی کارها دست زدنش رو، چگونه آدمی عائله‌دار بدنام کردنش رو، چقدر کوشش ویران کردن خانه یک آدم رو، چقدر یک آدمی پست بودنش رو میگویم. آنها هم آمده دخترشون رو از اینجا گرفته برن. با خدا از میم دو هم نقشه خوب کرد. بیا شخص شدن است تو هم گفتنگی. اوه کجا را کبم کجا را؟ ایستا. تو چی کار میکنی؟ جوان رو دیده ایستادم. رفت مرا دیوانه نکن. جوانی که لباسوی اون زن آویزان است چرا میبینی؟ روز نیست کاب گفتی، منم کافته ایستادم. با من جواب نده. یک طرفی است. رو کاب. جمیله؟ مادرت. مادرم. جمیله دخترم. رفت یگان علاج کن رفت. عزیزا زود یگان کار کن. رفت یگان علاج یاب بکن. عزیزا یگان علاج یاب نباشد دستگیر میشویم. رفت بیهوده گویی نکن شرمنده میشویم. حمام. حمام. جمیله؟ اوی این طرف. این را محکم میکنیم. در حقیقت بسیار نقص شد. نقشه حضیره چی است عزیز جان؟ نمیدونم خاموش باش. جمیله دخترم در همین جایی. جمیله جمیله با همینجا میآید یکم کار کن رفت. خدایا جمیله چه گپ شد دخترم؟ تو چی کار میکنی؟ درام میشکنم. یاری دهید یاری دهید خدا درام میشکنم. جمیله تمام میزند و میرود. جمیله دخترم خدایا درو کشا. دخترم آخر تو حامله ای. باز یکم گپ نشود. خدا نگهبان باش. جمیله دخترم کشا. در رو میشکنم میگوید حاضر تمامی خلق خانه رو در اینجا جمع میکند. رفت یکون چیز گپ زن آخیر. چی گپ زنم آخیر؟ نمیدونم یکون چیز گوی آخیر. ای خدایا خدا باید بایلیم گپ زنم. جمیله درو کشا. مادر جان حمام کرده ایستاده. یگان مشکلات نیست؟ حل کردم. بسیار خوب حل کردی در حقیقت. اکنون چی فکر میکرده باشد عجبا؟ رفت باز در این سحری بر وقت کودک از من میگویی؟ خواب بودنی زنش را فرصت دانسته؟ به نزد جمیله در آمده است. تو گفتی که یگان کار کن. من هم کردم. همین خیلی گپ زن گفتم. چی گفتم؟ یگان چی نگفتم؟ زنک باز نقص شده است. خیلی نقص شده است. تو بسیار تر شده. گیر خوش کن. من سچوخی اون زن رو استفاده نمی کنم. تو هم دست نرسون. یکون کس ندیده از اینجا برایم زودتر. رفت از زیارت هایی که به حجره ها داری زنت خبر دارد؟ مادر
вақти ин гап нест, айб аст. айб нав ба ақлат омад, беадаб. латифа хонум, تو در پی خوابی دخترم، تو خوابی، لیکن ماشاءالله شوهرت هیچ خواب نمی کند. جمیله در کجا و به نهاری نمی آید؟ من از کجا میدونم؟ تو ندانی کی میداند؟ با تو 1 ساعت وقت سنگ مزار رو تیار میکنی، فهمیدی؟ پسرم در 1 ساعت این غیر امکان؟ برای به مزار گذاشتن نمیخواهم، برای 1 نفر رو خوشدار نمودن میبرم چون پیام. نخواد که از سنگ مزار پیام شود، گناه است پسرم. یا سنگ مزار گفتم رو تیار میکنی یا سنگ مزار خودت رو مینویسی. پسرم شما یگان انصاف ندارید. خدایا توبه. حمیدی چیکار میکنید ها؟ شما چیکار میکنید؟ اما که حکمت خوب هستید؟ خوبم. یکون چیز نشده است؟ خوبم. تو هم سنگ تراش هستی؟ این بیعقل زبان ما رو نفهمید. ممکن که تو فهمی. با ما در حالی از سنگ مزار لازم است، عاجلا. ملش برادر، من با شما در این باره بهتر صحبت میکنم. ملش انا همین خیل و در اون گذشته انتظار شوید. پسرم احتیاط باش، اینها آدمان او باشند. شما پروا نکنید، گذشته استراحت کنید. شرم نمیدارید که موی سفیدی در سن و سال پدرتان بوده رو تله میکنید؟ تو چی ها میگویی؟ خودی حاضر سنگ مزار رو تیار میکنی، نباشد تو با تیله زدن خلاص نمیشوی. من یک مرا تیله زن. کنی بیا. با پای خیز کنی گام زن. اکا ما رو ببخش. آفرین، پشیمانی توبه کلانترین است، فهمیدی؟ با تیر سر به سر نمیشود پهلوان، با عقل باش. ای خدا، چی شما اینقدر آدمانی به تفریق هستید ها؟ چی شد؟ اکا تمام، بخشش دیگر تکرار نمی شود. ای بچه، سلاحی که صاحبی کردن نمیتوانی برای چی در برات میگردانی؟ تستر از اینجا دفع شوید، دیگر چشمم شما را نبیند. دفع شوید.
салом. оғои рифат дар хона ҳастанд? оғои рифат? бале, оғои рифат ҳастанд. ки омад гӯям? ман худам мегӯям. ту ҳеҷ заҳмат накаш. хайр, онҳо дар куҷо бошанд? марҳамат. кане гир писарам. тухми боваза будам хеле. гир. тоир, о кани писарам онро хӯр. о доим картошка хӯрда безор нашавӣ. марҳамат. ба ҳама салом. оҳ, оҳ, шербачаи тағош. инро бина. чӣ қадар калон шудааст. машалло. туро бисёр пазмон шудам. тағояш? рифат, ин кист? ман аз куҷо донам? ту надонӣ кӣ медонад, рифат? ана тағояш мешава мегӯяд. чӣ гуна тағо? язна, ба худо солҳо туро тағйир дода натавонистааст. ҳама пир мешаванду ту ҳамон хел мондаӣ. ту бародари хандон ҳастӣ писарам? бале, ман умар. биёед дастатонро бибусам. умри дароз бини писарам. янгаи азиза, язнам гуфтагӣ бар ин зебо будаед, лекин апам инро нафаҳмад, баъд бо ман гап намезанад. хуш омадед. язна, хуш омадед нагуфтӣ? нохуст ман туро дида ҳайрон мондам додар. хуш омадӣ. хуш бошед. ногоҳ хотираҳои пеш ба ёд омад. ногуфта намонад, апам салом гуфт. алайкум салом. вай чаро наомад? тоир модарашро ёд кардагист? писарам, ту чӣ сафсатагӯӣ дорӣ? бо хӯрдани он занро бо писараш ман накарда будӣ? ман карда будам? ман барои чӣ чунин кор кунам? девонаам макар? худоё тавба. вай ҳам меояд, язна. вай ҳам меояд. як вай намерасид, биёяд, вай ҳам биёяд. боз як ҳуҷраи дигарро ӯ банд мекунад. рост нест? биёшин кани. хайр, чӣ шуд? кадом шамол туро ба ин су паронд? ту маро барои донишгоҳ хондан фиристода будӣ-ку? ман фиристодам? бале, ман хонданӣ фиристодам. хонданӣ фиристодӣ? тамом шуд, хез биё гуфтӣ. ман ба куҷо фиристодам? кадом мактаб? донишкадаи санъати муҳориба. боз фаромӯш карда нагӯӣ ба ман. намегӯям. барои чӣ гӯям? дар хотир дорам дар вай буд. он донишгоҳ дар бахчилар. ҳамин хел не? ҳей язна, ҳоло ҳам пештара бар ин ҳастӣ. бовар кун, маро хеле хандондӣ. чӣ хел бахчилар дар чин? чин? рифат, нахуд ки барои хондан кӯдакро ба чин фиристони? хайр, ҳамин хел як беақлӣ кардем. ин хел нагӯй, язна. бо дастгирии шумо як муҳофизи беҳтарини дунё шудам. аз ин баъд муҳофизи шахсӣ ту мешавам. муҳофизи шахсӣ? бале, мин баъд мисли сояат мешавам. сояам набуд, нақ шуд. ба шумо иштиҳои том. ман якчанд кор дорам. боз бо ту ҳам суҳбат мешавем. ман ҳам меоям. ба куҷо? ба куҷое ки равӣ? барои чӣ? язна, ҳамин хел мешавад магар? ту маро барои ҳамин рӯзҳо тарбия кардӣ. аз ин баъд туро танҳо намегузорам. ту ба ҳар куҷое ки равӣ, ман ҳам ба он ҷо. ман ба куҷо? ман ба ҳуҷраи посбонон меравам. набошад ту ҳам як либос иваз карда дастуретро шӯй, он ҷо вомехӯрем. иштиҳои том? дарҳол меоям. биё писарам, инҷо шин. наҳоре кун. шиками гурусна намешавад. чӣ қадар меистӣ? ягон ҳуҷра тайёр кунем? яъне то язнам барои рафтан иҷоза доданаш дар ҳамин ҷоям. албатта агар янгам нароҳат набошад. эй ҷонам, чӣ хел нороҳат шавам? оҳо, меҳмон доштаем? бале духтарам, тағои Тоҳир Умар. ин
این خانم کیست؟ مرا شناس نمی‌کنید؟ مادر آینده این نبیرم جمیله. چی خیلی یعنی؟ خانم لطیفه شما فقط یک پسر ندارید مگر؟ وای همی از من همین خیل مسئله کلان بد نقل میکنم. خوش آمدید. خوش باشید. من با فکرم در جای شما نشستم. مرحمت گذارید. به شما اشتهای تام. ایلم لبه لطفه خانم. با عمر مهمان خونه رو نشان ده. مرحمت من به شما مهمان خونه رو نشان دهم. کنه پسرم خور. کجا شدی بختیار؟ شما از یگان می آمدگی و می رفتگی خبردار نمی شوید. تو چه ها میگویی؟ در خانه شخصی است که مرا یزده میگوید. چی؟ کی؟ من از کجا دانم؟ تقای طاهر بوده است. نامش عمر. مگر شما نمیدادید؟ نی از کجا میشناسیم؟ وقتی که آقای رفعت با مادر طاهر آیله دار بود ما همراه فؤاد بودیم. شما هم خوب انسانی با شرم بودید. یک در اینجا یک در آنجا. چطوری گپ زده است؟ یزمه سلام رفیق خان. و علیکم سلام برادر. ما حاضر یک کار داریم بعد با تو از نزدیک شناخت میشویم. من هم میگویم. نه ما هم رو اما کودک نمیگردانیم. آقای رفعت برای مرا به خودش محافظی مخصوص تیار کردن یک مقدار مبلغ صرف نمود. می بعد امنیتش در دست شخصی باورناک است. ها صرف کردم. ما آقای رفعت رو محافظت میکنیم تو پروا نکن. کفایه تمام ما رویم؟ مایلش می رویم یزنه. از تو یک خواهش دارم کوشش کن که اسب و سیرمون رو نفهمد. این عمر با پشخندان هیچ مانندی ندارد. دخترم تو خندان رو گذار و یک به خودت نگر. شما چی گفتنی هستید نفهمیدم لطیفه خانم. نفهمیدی مگر؟ نه. شوهرت از جمیله باز یک کودک دیگر کند میفهمی؟ به سخنهایتان کمی دقت دهید لطیفه خانم. از خشم و حسد دیوانه شده ایستاده است. لیکن تو هم دیوانه کرده ایستاده ای. من حضور یگون چی نگفتم کو؟ آفرین به تو دخترم. شوهرت رو هم خرسند میکنی. آفرین به تو. دایم همین خیل کن. مکتبی حربی تانگو گفتی؟ تاگو تاگو ماگو. آقای رفعت درباره تو به ما یگان چیز نگفته بود. تو خودت کی هستی که من همه چیز رو با تو گپ زنم؟ شما کم بودی این رو ببخشید پدر. من خودم جزایش رو میدیم. کنی بیا کلدم. گوش کن برادر. این جایهای ما کمتر نارام. مرده ها راه میگردند. موجود بوده و نیست میشوند. با دقت باش. با فکرم فهمیدی؟ نه نفهمیدم.
کنی این طرف بیا. این انیل خیالی ما شب در خوابش از درهای خود گذشتنی مرده رو خواب دیده است. باز وی را با آغوش گرفته است که چی گپ‌های دیگه. چگونه حالتی روحی است؟ چگونه خواب پدر؟ شما هم دیدید که با چشمانتان دیدید چقدر خواب. بدیهی کار در آن است که اکنون حقیقت را از خواب جدا کرده نمیتوانم. با ما دیدید که میگوید دیدی که پدر نخود که مرده هم راه گردد. این عقل و منطق گفتنی گپ ندارد. انیخترش بدن را به حرکت می در آوردگی روح است. روح بدن را ترک کرده رفته است. تو بدن را به کجا حرکتی من در جایش ایستادن گیرد. از کجا معلوم می شود اکه ها؟ یک ضرب المثل خیتایی میگوید که با آتش انتقامی سوزان هر روح با بدن بر میگردد. انا میخیر رمضان برادر. سالها باز به غیر نوران را دوست داشتن. دیگر یگان کاری نکردم. البته نوران این را نمیداند. شادیبک برادر، مدتی کوتاه شد که تو را میشناسم، لیکن مردی حقیقی بوده ای. گوش کن، عشقی که دشوار باشد زیبا است. این عذابی کشیده تو بیهوده نیست. به خدا باور کن. راست میگویی؟ ها؟ سلام. سلام. من با شما خوراک آوردم. ای زحمت کشیدی، دستات درد را نبیند. زحمتی چی است شادیبک؟ بعد از اون کارهایی که تو برای من کردی. گوش کن چی میگویم. من کمتر بعد به کاشانه حسن میروم، لیکن اونقدر کارم بسیار نیست. 1-2 ساعت پس اگر خواهی بیا یک جا سر و گشت میکنیم. هر دویمون؟ بله. دیگر هیچ کس نیست. یک جویه؟ مایلش حتما من میویم. مایلش تا بخوری. مایلش تا بخوری رمضان. شادیبک بیا شین یک چیز میگویم. بیا شین. این نوران عشقی تو را ندیده است، لیکن تو را در برش دیدن میخواهد. باور کن. بعضی انسان ها همین خیلی حسیاتی آمیخته از سر میگذرانند. عشق را هوس خیال میکنند، هوس را عشق خیال میکنند. تو مرا گوش کن، هر چیز زودتر به نوران اظهار محبت نما. به نوران دلم رو کشویم میخیر. نه نمیشود، نمیتوانم. اکاش برادر جانی من است. غیر امکان است. نباشد به اکاش دلت را کشو. ای بچه چی میگویی؟ نه، من با اکاش گپ زن گفتن خواستم. ناخواست من را از جورگیش خط زنه؟ برای چی خط زنه؟ اینها یک اولاد گیزله عجایبه. اما که حکمت رو بین نیسان رو یک خط زد. سالها شد نامش رو نمیگیرد. نیسان کی است؟ خواهر نوران است. که حرکت کن رمضان. با گپ مشغول شدی کارمان بسیار. تو هیچ پروا نکن امکی حکمت. حل میکنیم انشاءالله. شما پروا نکنید امکی حکمت. حل میکنیم انشاءالله. تو گفته های مرا گوش کن. هر چیز زودتر دلت رو خالی کن. مایلش حل میکنم. این خیلی حل نکن. بختیارم از خانه کنده شد. انابیل باز نامد. شب در همین جا بوده که بختیار. این نوبکاری به خانه آمده از پدرش خبر ندارد. اما که حکمت شما خواب هستید گفته خبر ندادن به فکرم. من از وی صبحشو میپرسم. اما که حکمت شما بغیر از بختیار و نوران باز یکون فرزند دیگر دارید؟ کاش که نمیشد. رفعت چی فکر دارد جمیله؟ یعنی از عزیزت جدا شده با تو خانه دار میشود؟ نفهمیدم خانم. چرا نفهمیدی دخترم؟ سحر در این باره گپ نزدید؟ سحر؟ یا اینکه شرم میکنی؟ شرم کردن؟ من نفهمیدم خانم.
چیزش رو نفهمیدی دخترم. انا باید در همون در همون؟ خیر تمام فهمیدم. تو رو از این زیاد شرمسار نکنم دخترم. من حاضر به حجره میبرایم. آفرین به تو. ریفت رو دائم همیشه در کف دستت نگاه دار. از آن زنی شکایتچی ما رو هم خلاص کن. آفرین. آی این سهر با اوقای ریفت چیکار کردید؟ چیکار میکردیم؟ یگون کار نکردیم. خدای توبه. همام گفته لطفه خانم چی رو در نظر دارد؟ از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. از من هم پنهان میداری؟ از تو چی رو پنهان دارم؟ بهوده گپ نزن. همام کیمچی. آن روزها هم میرسد. حالا نه، اما آن روزها هم میرسد. نخند. تمام فهمیدم. تمام عالمی مافیا رو خبری حکم قتل تو رو برآوردن ایتکین فرا گرفته است. وای اگه ایتکین ما رو میکشد کاش که تکلیفش رو قبول میکردی. اینقدر بسیار نترسید. تقدیر کم و بیش نمیشود. چیزی شدنی باشد وای آماده ما رو مییابد. این ایتکین است. کمتر با تمکین شدن در کار. با وای هم فکر شدن لازم، ملایم رفتار کردن در کار. عیناً میخیل. شما چی اینقدر ترسارچک شده رفتید؟ از آن ایتکین یوز هم یک جان، از ما هم یک جان. فقط در بدن ما بوده جان ما است که اگه این بازی میکند ویلدن حالا هم از من میرنجی؟ نه خفه نیستم. نباشد خوب هستی؟ خوبم. حالا هم آن زن رو میکوبی؟ برای چی میپرسی؟ در حال رفته با اکت خبر میرسونی همی خیلی؟ برای چی این خیل میگویی ویلدن؟ نخود من با اکم خانه دار شدنی تو رو نخواهم. نمیدونم. میخواهی؟ میخواهم البته. لیکن هیچ باورم نمیآید. این خیل نگوی ویلدن. دیروز چه خیل بسرم کارهای بد اومد. کاش میدونی. چون که همه چی فقط برای تو مهم. همین خیلی؟ حاضر من همین رو گفتن میخواستم. نوران جانم. من بسیار خودم رو بد حس کرده ایستادم. در حقیقت نورا، در حقیقت خودم رو بسیار بد حس کرده ایستادم. برای چی این خیل شد؟ برای چی؟ جانکی من باور کرده با ایتکین جنگل رو میکنیم. گریزیم. در این ساعت ما گریخته نمیتوانیم. این نقطه رو ما کی ها گذاشتیم. یعنی ما ایستاده با او بی جنگیم. راهی یگانه خلاصی از این کار جنگ رو من کردن است. نتوانیم چی؟ انا همون وقت تمام میشویم. بس کن کفایه است. ماهیان رو میترسانی. ما خودمون میموریم. کدام ماهی؟ ممکن که تیستر میمورم.
شادیبک تو رو منتظر نکردم. نه جانم هیچ گپ ندارد. من تو رو یک عمر منتظر میشوم. نفهمیدم. میگویم انتظار شدن هیچ گپ نیست. بیا میروی. این چی کاری کردگیت بود نوران؟ انا اکنون گرم شدم. شادیبک ویلدن بسیار غمگین پریشان حال شده است. این عشق است. انسان را با آسمان میبرارد به زمین سخت میزند. تو چقدر بطاله هستی؟ کی من؟ برای چی؟ یعنی هیچ عاشق نشدی؟ طبیعتا هیچ دردش رو نمیکشی؟ من البته که تو یعنی اگر با یگون کس عاشق میشدی به من میگفتی همین خیلی؟ البته با تو میگویم. این خیل باشد با من وعده ده شادیبک. من به تو چه خیلی که خواهی وعده میدهم. اگر روزی با یگون کس عاشق شوی اول با من میگویی. البته با تو میگویم. انا این گپی دیگر. دخترم احوالت چخل شده باشد گفته تو را جیغ زدم. دفعه گذشته خوب نبودی. تشکری زیاد خانم. خوب هستم. شما چه خیل هستید؟ چه خیل شوم دخترم؟ دو کلین و یک خوشتامن چی می شود؟ ای لطیفه خانم من این کارو هیچ صرفم نرفتم. من هم نفهمیدم. این سحریفت رو در حمام جمیله دستگیر کرد. روی راست دو زن رو در یک زمان اداره کرده ایستاده است. ای وای چه خیل آدم است لطیفه خانم. از کجا دانم دخترم؟ از رختی خوابی یک تاش برآمده به دیگرش می درآید. شرمندگی. لیکن با او گپ میزنم این خیل نمی شود. خدایا توبه نخود این خیل کار کننده. جمیله رو انتخاب کند. عزیزه رو باشد پیش کند. جمیله حامله دار است. دیگرش باشد مثل درختی بمیوه خشک شده مانده است. خدا نگه دارد پسرم رو هم میخوش کند. از خانه دور شود کفایه. تو چی کار کردی؟ یافته توانستی آن زنی بسری نامزدت گرفتار شده؟ نه لطیفه خانم از کجا میابم؟ بی تربیه. این زن کی است بختیار؟ نمیدانم. شما بختیار از کجا میشناسید زن؟ لطیفه خانم باز در نظری من هر چیز گفته ایستاده است. لبای دخترم این زن حقیقی است؟ چی گفته نگم نفهمیدم. یعنی این زن کی است کی؟ کلینی یکم یعنی عزیزه. از سیمایش نفهمیدی؟ شکایتچی و بدرفتار. لطیفه خانم یگان رسمی پسرتون هست؟ من دیده میتوانم؟ دخترم تو با من معقول شدی لیکن در خانه دو تای دیگر هست آن کارت نمی شود. نه التماس اگر به شما زحمت نشود من فقط رسمش رو میبینم خلاص. البته در تلفن هم هست. علم الله بای لطیفه خانم این طرف بیار. به من از حجره تلفنم رو بیار. مایلش گم شو کنی؟ نترس من هم راحت هستم. نوران
وقتی من همراهت باشم تو از یگان چیز نترس. نوران برای کی مرا ترک کردی؟ جانیر؟ ها جانیر تکلیف اویله داشوی رو قبول کرده یک و یک بار ترک کرده رفتی مرا. جانیر التماس. چی خیلی التماس نوران؟ تو مرا باری دویم خنجر زدی. تو در حقیقت چی خیلی یک آدمی بی‌قدر بوده ای. تو چی قدر آدمی پستی که به این دختر میچسبی؟ وقتی که در حیات این دختر من بودم تو نبودی حیوان. تو کی هستی میمون؟ از این پس کی بودنم رو فراموش نمیکنی؟ خیر بس از جدا شوید. شادی بک تمام. نوران تو خوب هستی؟ یک طرفیستی؟ خوبم. بس کنید التماس. جانر بس کنید گفتم. نکنید کفایه. هر وقتی که تو این دختر رو گریان کردی اشک چشمانش رو من تازه کردم. چون که تو یک فرصت کابی افلاس هستی. تو هم در هر مشکلاتی که می افتادی می گریختی. یک کلموش هستی. از کی گریختم؟ اولادت را گرفته بیا. با من بسیار وایمه نکن. در زیر دامن یکت پنهان میشوی اومده در اینجا داد میزنی. اکا با این چه علاقه دارد؟ بسیار علاقه دارد. اکا نوران رو میدوزد تو در اینجا میکوبی. تو چی ها میگویی؟ اکات رو میگویم اکات. عقل نداری نوران رو دوزیده ما رو تهدید میکنید. شما چه اولادی پست هستید؟ شما اینقدر اویله ویرانی بی‌معنی هستید. برای چی نوران رو دزدد؟ از من چی میپرسی میمون؟ برای از اکات پرس. گفتهش درست است نوران؟ درست. این خیلی انسان بودن اکات رو من نمیدونستم. از روی تو شده من از مرگ گشتم چون که از من حقیقت رو پنهان کردی. ای اکا تو تمام شدی. نوران در حقیقت از تو عذر میپرسم. من از اکم حساب این رو میپرسم. لیکن تو به این احمق باور نکن. این به تو عاشق است. چی؟ عیناً همین خیر. من به تو اثبات میکنم. تو به دروغ‌های این هرگز باور نکن. همه کار رو از بخیلیش میکند. چی گفت شدی بک؟ عشق چی؟ نمیدونم. چی خیلی نمیدونم. جانر حاضر گفت که چی کاری که کند از برای عشقش با تو میکند. تو این بی عقل رو چی گوش میکنی؟ انا بین در اینجا چی کار کرد نوران؟ درست. تو خوب هستی؟ خوبم یگان چی نشده است. مایلش رویم نباشد. میرویم. رفتیم. مرحمت لطیفه خانم. تمام میتوانی روی. در همین جا تو گفته یا به من نشان ده. مایلش میکوبم. بختیار؟ پسرتون همین است؟ بله همین. باوری داره؟ دخترم تو در حقیقت خوب نیستی. انا پسرت رو نشان ده گفتی؟ نشان دادم. نامی او چی است؟ رفعت چکر. رفعت چکر؟ بله. دیلبر این تو هستی دخترم. لطفا خانم شما در اینجا چی کار دارید؟ تاهیر گریخته اومده است. او را به خانه برده ایستاده. لطفا خانم شما یک بار به محله ما آمده بودید کو؟ بله. به خانه کی آمده بودید؟ به خانه حکمت. پسری و رفیق پسری من بوده است. بختیار رفعت یک آدمند.
بخوری شدی بی خیر جانم خود رو احتیاط کن مایلش شادی بیگ یه بچه ترسوندی اخی؟ با چهره تو چی شده است؟ هیچ گب نه خیر وضعیت ها چی خیل؟ اینا نمی خیل باز خیل میشد تو مرا گوش کن شادی بیگ رو با اکاش گب زن رفیقی چندین ساله هستید اکای بختیار هم آدم با فهم است باوری داری؟ البته که باور دارم برای چی میترسی؟ اکای بختیار چیکار میکند؟ گوش کن عشق برای انتظار ماندن نمی آید کنی؟ زنگ زن نیست تو زنگ زن زنگ زنم؟ زنگ زن مایلش گفته تو رو میگیرم زنگ میزنم لیکن با فکرم قورا میکنیم الو چیکار کرده ایستاده در کجای وقت داری گپ زنیم یا چخچخ کنیم برادر حاضر در آفیس هستم لیکن وضعیت ها کمی ناآرام بعد گپ میزنیم نمیشود در حال باید گپ زنیم دیگر طاقت کردن نمیتوانم من میآیم خیر بیا انتظار هستم خیر و میخوریم بیا گفته انا بین حاضر من گپ میزنم البته آرام باش ای برادر رمضان اگر تو نمی بودی این گپ در دل من میمون خدا از تو راضی باشد بدبختم که سختی زدگی در کلیسا من میرم حوزی گپ میزنم همش رو در بختیار گپ میزنم باوری دارم که این کاری من عاقبتش خوب میشود میرم گپ میزنم گپ زن انتظار نکن من گپ رو از کجا سر کنم چی گفتنم رو نمیدونم تو رو و خودش میآید رو خیر خدا از تو راضی باشد برادر خیر در پناه خدا باش رحمت انشاءالله برون برا دادر دونیسه ندونیسه چی کار میکنی؟ فرا گفتم شادی بیگ حاضر میآید من وی رو پیشواز میگیرم یزنا این شادی بیگ کی است؟ دوستی جانی من شادی بیگ برادرم چی خیل هستی؟ خوب هستی؟ برادر چی خیل هستی؟ چی بود این مسئله مهم؟ با چهره تو چی شد؟ اهمیت نتی برادر همه صدای گپ زدنم اون در کار چرا گپ میزنی؟ تو باز یگان نغمه داری؟ همه بخیر باشد بخیر است گپ زنیم لیکن این خیر راست و ایستاده گپ نمیزنیم چی کار میکنیم؟ کنی گپ زن؟ چی واقعی روی داده است؟ برادر بیا با یگان جرایم تنها با تنها صحبت کنیم خیر بیا رفتیم کجایی که رفتنی باشی انیل ممدو من با شادی بیگ میروم شادی بیگ شادی بیگ برادرم
خودت رو با دست گیر. شادی بیگ با خود بیا. یاری تاجیلی رو چک زمین. شادی بیگ یگان چی گپ زن. زود زن. معرفت هولدینگ یاری تاجیلی فرستید. با طرفی جنگل گریخت. تقسیم شده کابید. خودت رو با دست گیر شادی بیگ. خودت رو با دست گیر برادر. حقت رو حلال کن برادر. خاموش باش شادی بیگ. خودت رو خسته نکن. چشمانت رو نپوش شادی بیگ. مرا تنها نگذار. تو حالا عاشق میشوی، آیله دار میشوی. من شاهدی تو میشوم شادی بیگ. میلش این کارها رو میپرتایم. میروم از اینجا با دکان برمیگردم. میلش تو در دکان میستی. من ماشین رو میگیرم شادی بیگ. این خیل نکن. با من میگر برادر. گپ زن برادرم. گپ زن. نوران نرم شادی بیگ. نرم شادی بیگ. با من دیگر شادی بیگ. یگان چی گپ زن شادی بیگ. خودت را نگذار شادی بیگ. شادی بیگ برادر. نرم شادی بیگ. برادرم نرم. برادرم خواهش میکنم برادرم. التجا دارم برادرم. شادی بیگ. شادی بیگ برادرم.